والا نگاهی میکنیم به نشست مونیخ که در اون رضا پهلوی حضور داشت و شماری از سلطنت طلبان. این همایش مونیخ واکنش‌های زیادی رو برانگیخت، به خصوص به خاطر حواشی که داشت در اونجا. یه درنگی میکنیم برای این نشست از رامین پرهام، نویسنده و یکی از اعضای پیشین حلقه مشاوران رضا پهلوی دعوت کردیم که در این گفتگو همراه ما باشن. آقای پرهام خیلی خوش آمدید. درود شما. درود به شما. سپاس از دعوتتون و همکارانتون در رادیو همبستگی. آقای پرهام، شما حالا بعدا برمیگردیم که شما توضیح بدین اصلا چه شد که جزء مشاوران بودید و چه شد که بعدا جدا شدید، اما نگاه شما به این نشست مونیخ با اون حواشی که داشته چیست؟ ببینید، این روزها داریم نزدیک میشیم به سالروز مشروطه، فتح تهران پس از استبداد صغیر و به توپ بسته شدن مجلس توسط سلطنت طلبا و روسیه. اینا بگم که شما یک کتاب نوشتید به نام مشروطه نوین و نگاهتون به همین انقلاب مشروطیت بود. آره، نگاه به انقلاب مشروطیت نبود، چون اون واقعا شما باید متخصص تاریخ مشروطه باشید، متخصص به ویژه ادبیات مشروطه باشید که بخش قابل توجهش هم به نظم، به شعر، که این اصلا تخصصی من در این زمینه ندارم، ولی به عنوان کسی که سعی میکنه مطالعه بکنه تجربیات ایران رو و تاریخ معاصر ایران رو در کنار مطالعه تجربیات دیگران و مسائل دیگر، سعی کردم در مشروطه نوین اولا آنچه که فهم خودم از واژه و تجربه مشروطیت هست رو بگم، که گفتم به نظر من مشروطه نه تنها ربطی به سلطنت نداره که با سلطنت جنگیده، همین واقعه مثلا به توپ بسته شدن مجلس مشروطه توسط سلطنت طلبان و بعد فتح تهران در پی جنگ میان مشروطه خواهان و سلطنت و طرفداران سلطنت و حامیان خارجی سلطنت. مشروطه مفهومش یعنی برای من حکومت قانون، یعنی اون چیزی که مشروطیت رو در ایران رقم زد پس از شکست‌های ایران در مقابل روسیه در اوایل قرن 19 میلادی. ایرانی‌ها به فکر فرو رفتن که چرا انقدر عقب ماندگی در ایران، چگونه شد که این چنین از یه همسایه‌ای با خلق و خو و ادبات اروپایی ما شکست خوردیم در جنگ، چرا عقب مانده ایم، و در اینجا شروع کردن خیلی هم طبیعی فکر کردن در ارکان ایرانیت، فی الواقع در ارکان دین و در ارکان سیاست. در دین تحولاتی به وقوع پیوست در پی اون اندیشیدن و اون شکست ها که منجر به پیدایش یه سری فرقه های دینی جدید شد، و در امر سیاست هم رفته رفته
رجال ایرانی، صحبت از رجال بود، اون مسئله این اندیشیدن در میان نخبگان ایرانی بود، در بین یک اقلیت کوچکی بود که اصلا سواد خوندن نوشتن داشتن، چون بقیه که رعایا بودن و نه تنها سواد خوندن و نوشتن نداشتن که اصلا مشکلاتشون بیماری و قحطی و گرسنگی و این گونه مسائل. رجال ایران، الیت‌های ایران، نخبگان آن زمان ایران به این نتیجه می‌رسن در عرصه سیاسی که به حکومت قانون نیاز هست و خب طبیعتا شما اگر بخواید حکومت قانون در یک کشور داشته باشید باید دولت مدرن داشته باشید که بعد پرسش بعدی مطرح میشه که حالا دولت مدرن رو باید چجوری ساخت و این همون چیزی است که ما الان 100 سال درگیرش هستیم. صحبت از مونیخ شد، خواستم بگم که آره حالا یعنی در واقع میدونید پرسش مشخص من از شما اینه که شما وقتی نگاه میکنی به این همایش مونیخ، اون چه کسانی رو، چه نیرویی رو نمایندگی میکرد؟ چون عنوانش گذاشتن همکاری ملی. بله ببینید برای همین صحبت از این کردم که کم و بیش از لحاظ تقویمی تاریخی همزمان شد با سالروز مشروطه، همزمان شد دیروز امروز با اعدام شیخ فضلالله نوری و بخشی از اوباشی که تحت فرمان شیخ فضلالله نوری بودند و تحت فرمان او و دربار قاجار بودند و جزو نیروهای سلطنت طلبی بودند که با مشروطه خواهان جنگیده بودند و وقتی مشروطه خواهان به تهران میرسن اعدامشون میکنن، مثل خسروخان نامی بود که از اوباش چاله‌میدان بود. همزمان شده و این نشون میده که مونیخ نشون میده که ما هنوز تکلیف خودمون رو با این جریان سیاسی که بهش میگیم سلطنت روشن نکردیم و تصفیه حساب تاریخی و سیاسی نکردیم با این قضیه. این قضیه هنوز زنده است. این قضیه نه فقط در مونیخ، یعنی در خارج از کشور، که در داخل کشور نمایندگان این جریان فرهنگی فکری، جبهه پایداری، مثلا محصولی که رئیس جبهه بنیانگذار و همه کاره جبهه پایداری باشه، میدونید از اختلاسگران بزرگ دوران احمدی نژاده و جبهه پایداری رو عملا او شکل داده، مهندسی کرده. خب مثلا به صحبت‌های محصولی وقتی توجه میکنی زیاد هم حرف نمیزنه، هر از چند گاهی از پس پرده میاد بیرون یه چیزی میگه بکن، همچنان که این اواخر و میبینید که این شبه فرهنگی که ته دربار خوابیده، ته جریان سلطنت طلب خوابیده، ته کف مسجد و منبر خوابیده یا بیت رهبری یا جبهه پایداری، این شبه فرهنگ یکیه. این همون فرهنگ یا همون شبه فرهنگ به قول آرامش دوستدار که به اشکال مختلف خودش نشون میده، ولی همونه، از همون جنسه، ذاتش یکیه، طبیعتش یکیه، رفتارشناسیشون یکیه. مطمئنا به احتمال زیاد اگر روزی یک پژوهش جامعه شناسی و در این زمینه صورت بگیره، احتمالاً پژوهشگران خواهند دید که از لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی هم پایگاه اینها یکیه. همچنان که مثلا این اواخر باز دیدیم برخی از این مجریان صدا و سیما که همونجور که میدونید کاملا تحت اختیار جبهه پایداری است، رگه های سلطنت طلبی درشون هست، به خارج از کشور میان با یک دو نفر سلطنت طلب عمده صحبت میکنن، یا مهدی نصیری که منسوب مستقیم خامنه‌ای بود در کیهان صراحتاً میگوید اینا به نظر من به احتمال زیاد روزی که پژوهشی در ایران صورت بگیره احتمال زیاد نشان خواهد داد که اصلا پایگاه اجتماعی اینها، پایگاه فرهنگی اینها، رفتارشناسی اینها یکیست
و یکی از رگه های برجسته در همه اینها، چه اون بیت رهبری و این نمایشی که از بیت رهبری میذارن، سلام فرمانده، نمیدونم جانم فدای رهبر، کف دستشون می‌نویسن توی بیت، سجده رفتن در مونیخ، یا همونجوری که گفتم صحبت‌های جبهه از جبهه پایداری، یه وجه مشترکش سرسپردگی است. یعنی اینا هر چقدر بیان از آزادی و دموکراسی و چیز صحبت بکنن، نه تنها دروغه که به یک نوع بزشترین شکلی که متاسفانه در بخشی از فرهنگ و جامعه ایران واقعا ریشه دوونده، ریاکاری است، درویی است. میدونید متاسفانه این تو فرهنگ ما ریشه داره و ریاکاری، دروغ، درویی و این ریشه ها تو این رگه ها رو تو همشون میبینید. اینا سرسپردن. حتی در مثلا در چارچوب نظام فعلی در ایران، این سلام فرمانده فقط یه شوی تلویزیونی نیست. نیروی مسلح در ایران مجبوره که به خامنه ای سوگند بخوره، یعنی به یه شخص سوگند میخوره. یا در زمان شاه هم همینجوری بود، ارتش مجبور بود به شخص شاه سوگند بخوره. این فرق میکنه با حکومت قانون. نمیدونم خاطرتون هست رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ژنرال میلی، موقع 2020 در موقعی که انتخابات بود، در یک سخنرانی که خیلی معروف شد آمد و به خطاب به نیروهای مسلح آمریکا گفتش که فراموش نکنید ما به یک شخص سوگند نمیخوریم، ما به یک منصب سوگند نمیخوریم، ما به یک دیکتاتور سوگند نمیخوریم، ما به کسی که میخواهد روزی دیکتاتور بشود سوگند نمیخوریم، ما به یک کینگ، به یک شاه سوگند نمیخوریم، ما به قانون سوگند میخوریم، به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا. حکومت قانون با حکومتی که سرسپرده یک شخصه، سرسپرده یک فرده، میخواد رهبر باشه، میخواد امام خمینی باشه، میخواد بنده هر کس، بنده امام باشه، بنده رهبر باشه، بنده حسین باشه، بنده رضا باشه، هر کسی، این با حکومت قانون در تضاد ماهوی و ذاتی و ساختاری است و مفهومی است. در نتیجه سرسپرده نمیتونه اصلا ادعای آزادی و ادعای دموکراسی بکنه مگر اینکه ریاکار و دروغگو باشه، یا اینکه بی سواد باشه، یعنی نفهمه تضاد میان آزادی فکر و سرسپردگی در چیست. این نفهمه. آقای پرهام، پروژه‌های مختلفی بوده در میان سلطنت و به خصوص خود شخص رضا پهلوی، مثلا وکالت، ققنوس، شورای ملی و الی آخر دیگه. هر کدومم سری شکست می‌خورد، یعنی بعضی از اینا یک هفته هم نمی‌رسید، مثل اون پروژه وکالت. البته تو بعضی از اینها اون دورانی بوده که شما هم مشاور آقای پهلوی بودید، مثلا فکر کنم ققنوس بود دیگه، یا شورای ملی، اینا، و تا رسید به این همکاری ملی و به جایم نرسیده. اینا خود او هست که این پروژه ها رو، یا مثلا این جریان رژیم چنج با همکاری با اسرائیل و اینا، این چه مشاورانی داره، چه معلم هایی داره که هر کدوم میان براش سخنرانی می نویسن و بعد میاد میخونه میره، بعد معلوم نیست یه هفته دو هفته و اسمش میذاره همکاری ملی. اون چیزی که مثلا در این همایش مونیخ بود آیا تفاوتی با همایش دیگه داشته؟ چون به هر حال یه سری مسائل پیش اومد، از جمله اینکه مثلا یکی از این شرکت کنندگان میگفت جرثقیل میاریم در روز موعود و خامنه‌ای رو اونجا اعدام میکنیم، یعنی از اعدام دفاع میکنم، از خشونت دفاع میکردن، میگفت خشونت کنترل شده. یا اینکه یکی پیدا بشه سجده بکنه در مقابل اون. و این تفاوت بوده راجع به این پروژه ها. معلماش کی هم؟
ببینید از سه موضوع صحبت کردید، عمدتاً شورای ملی ققنوس و معلمان پهلوی. تا جایی که من میدونم معلم، واقعا به معنای معلم، پس از انقلاب در خارج از کشور، مراکش، آمریکا، تا جایی که من میدونم دو نفر از معلمان پهلوی از نوادگان زکالملک فروغی و آهی بودند که وزیر رضا شاه بود و دو انسان واقعا فرهیخته و بسیار بسیار باسواد و با تجربه، یعنی کسانی که واقعا نام خانوادگی فروغی و آهی رو در جایگاهی که شایسته این نام ها هست نگه داشت. بعدها از مشاورانشون تا جایی که من تونستم از نزدیک ببینم کسانی بودن، اگر اشتباه نکنم امثال کسانی که یا میشه بهشون گفت مشاور یا نزدیک بودن یا باهاشون مشورت میشد، کسانی بودن از جنس واقعا انسان‌های فرهیخته و اساتیدی مانند صدرالدین الهی، هوشنگ وزیری که مدتی سردبیر روزنامه کیهان بود، اون زمان که در کیهان شاهین فاطمی و داریوش همایون مطلب می نوشتن. یعنی کیهان اون موقع رو مقایسه کنید با کیهان امروز، اصلا قابل مقایسه نیست. یا پدر خود من برای یه مدتی داریوش شایگان دغدغه داشت و واقعا تلاش میکرد دغدغه‌های خودش رو به گوشه ایشون برسونه، ارتباطات خودش رو داشت، ولی من آگاه هم میدونم، مطلعم از دغدغه‌های او، چون در میون میذاشت با من و حتما از طرق دیگر هم در میون میذاشت تا به گوشه ایشون. یعنی یه زمانی بود که کسانی که دغدغه‌مند بودن و نگران بودن و سعی میکردن مستقیم یا غیر مستقیم پند و اندرز و پیشنهاد و ایده و نصیحت و دغدغه‌های خودشون رو با پهلوی مطرح بکنن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از این جنس بودند. امروز به طور رسمی که فکر میکنم مشخص نیست به طور رسمی کی هست دور و بر ایشون. من فکر نمیکنم جایی به طور رسمی رضا پهلوی گفته باشد که حلقه مشاوران من فلانی و فلانی و بهمانی و بهمانی و فلانی هستند، ولی عکس ها و ویدیوهایی دیده میشه از ملاقات هایی که رضا پهلوی با اسرائیلی ها داشته، یا سفر یا گرد همایی ها، نشست های، عکس هایی دیده میشه که میشه حدس زد اطرافیان رضا پهلوی امروز کی هستند. خب این دیگه خود مخاطب باید مقایسه بکنه، خود مخاطب باید در ذهن خودش داوری بکنه که در یک زمانی 25 سال پیش، 20 سال، 25 سال پیش چه کسانی بودند و امروز چه کسانی هستند. یکی هم برمیگرده به که این به خود شخص هم برمیگرده. می‌بینید اصلا نیازی شما به نیکولا ماکیاولی هم ندارید که عقل سلیم کافی است، که ماکیاولی میگفت شما در خصلت‌های شهریاری میگفت که شهریار رو از اطرافیانش میشناسن، یعنی که از اطرافیانش میسنجن که این چقدر قابلیت شهریاری داره. موضوع دیگری که مطرح کردید که شکست‌های پی در پی رضا پهلوی در پروژه‌های بوده که برخی از پروژه‌های بوده که نام بردید، شورای ملی ققنوس فلان فلان. ببینید اینتلیجنس یا هوش، خب این تعریف داره دیگه. ساده ترین و درست ترین تعریف هوش یا اینتلیجنس قابلیت
سازگاری یه فرد یا یک جاندار، اینو بهش میگن هوش، اینو بهش میگن اینتلیجنس. یعنی هر چی شما ادپتابیلیتیتون، یعنی سازگاریتون، یعنی توانایی ادپتیشن شما، سازگار شدن با چی؟ سازگار شدن با یک محیطی که مدام در حال تغییره و سازگار شدن بر اساس آزمون‌های شما، آموخته‌های شما، تجربیات شما. اینو بهش میگن هوش. یعنی شما باید برای تو زندگی به طور کلی، نه فقط در سیاست، در زندگی به طور کلی از تجربیات خودتون یاد بگیرید تا بتونید از تکرار اونها جلوگیری بکنید و خودتون رو با یک دنیای پیچیده و بسیار متغیر سازگار بکنید به طور روزمره، به طور دائم. اینو بهش میگن هوش. شما اگر از آموخته‌های خودتون، از تجربیات خودتون که بخش عمده‌اش هم شکسته، مثل زندگی هر شخصی حتی زندگی عادی شکست درش بیشتر هست تا موفقیت و پیروزی. شما اگر نتونید از شکست‌های خودتون، از تجربیات خودتون یاد بگیرید، یعنی ضریب هوش پایینی دارید. بنا به تعریف علمی هوش. حالا منظورتون هست که آقای پهلوی ضریب هوش پایینی یا ضریب هوش بالای واقعا نداره. حالا من بیشتر یا اینکه در یک اینو آینده روشن خواهد کرد، شاید احتمالاً، یعنی آینده وقتی که آقای پرام، حالا من بیشتر از این که راجع به خصوصیات فردی بخوام بپردازم، البته خصوصیات فردی مهمه، تاثیر داره، حتما تاثیر داره. خصوصیات فردی مهمه. خصوصیات فردی ببینید شما راجع به من بیشتر به سیاست می‌خواستم، مثلا شما این حلقه مشاوران گفتین رابطه پهلوی، رضا پهلوی با نیروهای خارجی، مثلا با آمریکایی‌ها، با اسرائیلیا، با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، چون میگن یه بودجه رو برایشون در نظر گرفتن. هم چیزی میگن. شما چطوری خبر نداری؟ من رابطه ایشون با خارجی‌ها یا دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی، دستگاه اطلاعاتی که معمولا رد پای از خودشون به جا نمیذارن، وگرنه که دستگاه اطلاعاتی نمیشه. این که اون چیزی که از رابطه با خارجی ها میشه دید، همون چیزی است که از جانب خود رضا پهلوی منتشر میشه. یعنی نشست رضا پهلوی با وزیر دیاسپورای اسرائیل که امیشکای کشکای یه همچین اسمی داره، یادم رفته. بسیار انسان، برای من لااقل اون وزیر دیاسپورای اسرائیل چیز منزجر کننده، برای اینکه تنها وزیر کابینه اسرائیل، تنها مقام رسمی دولت اسرائیل که رسما خواهان بمباران هسته‌ای تاکتیکی نوار غزه شد. رسما خواهان بمباران هسته‌ای تاکتیکی نوار غزه شده. یعنی رسما خواهان این شده که با فشار دادن یک دکمه 2 میلیون نفر رو دود کنید، خاکستر کنید. خب پهلوی نشسته با این آدم صحبت کرده، همراه 2 نفر ایرانی تبار از نزدیکانش، همکارانشون به نظر میرسه. چیز در رابطه با اینه که من بیش از این نمیدونم. من فقط اون چیزی رو میبینم که یا مثلا در اوایل جنگ غزه، خب پهلوی در مصاحبه اول خودش با پیرس مورگان رسما خواهان این شد که سر ما رو بزنن، سر ما رو حمله بکنن، ما تو جنگ غزه بودیم. همون موقع من خیلی تند به خطاب به ایشون پیام فرستادم در فضای عمومی که این حرف شما یعنی بمباران ایران، یعنی شما دارید جاده صاف کنه بمباران ایران میشید. این اوایل جنگ، همون هفته‌های اول جنگ غزه بود که همینطور هم شد. یعنی این که عملاً ثابت شد که پهلوی در این 2 سال گذشته که جنگ غزه شروع شده آلت دست سیاست اسرائیل و جاده صاف کنه حمله به ایران بود. چون شما وقتی چیز بخواید بکنید، خب اینو تجربیات دیگر در خاورمیانه هم نشون میده دیگه.
شما وقتی که یا تجربیات جنگی دیگر در اروپا قرن گذشته، شما وقتی بخواید وارد جنگ بشید، برنامه ریزی کردید برای جنگ، اول باید زمینه سازی رسانه‌ای و افکار عمومی رو آماده بکنید برای این قضیه. همیشه همینجور بوده، همیشه در جنگ همینجور بوده. اسرائیلیا برای حمله به ایران نیازمند این بودن که افکار عمومی رو تا جایی که ممکنه آماده بکنن. چه کسی بهتر از پسر محمد رضا شاه، نوه رضا شاه، برای این کار؟ در یه جایی صحبت از شورای ملی کرده که اینم باید توضیح بدم. در اون زمان که برمیگرده به سال 15 سال پیش فکر کنم، عده‌ای از همون حلقه مشاوران قدیم، آدمای قدیم، کاملا مخالف این قضیه بودن، کاملا. و خود من بعد از مشورت در درون اون حلقه رفتم و رضا پهلوی دیدم، در پاریس هم دیدم، در پاریس دیدمش و خیلی محترمانه و مؤدبانه گفتم که قربان این راه اشتباهه، شما فعال سیاسی نیستید. این افرادی که دور شما رو گرفتند، تازه اومده بودن، 1-2 سال بود، 2-3 سال بود اومده بود، دور شما رو گرفتن، اینها میخوان از شما یه فعال سیاسی و رئیس یه تشکیلات سیاسی بسازند. این کار اشتباهه، این کار نکنید. شما یک اسم شما، نام شما یه میراث ملیه، این متعلق به خود شما نیست. اون سرمایه‌ای که تو نام پهلوی هست این که مال شما نیست، که ماشین شما مال شماست، خونه شما مال شماست، ولی اون سرمایه اجتماعی عاطفی که تو اسم پهلوی هست و تردیدی هم نیست که یه سرمایه تو اسم پهلوی بوده، هنوزم هست. این سرمایه شخصی که نیست که. شما آقای افشار سرمایه‌ای اگر در نام شما باشد خودتون ساختید. من اگر سرمایه‌ای در نامم باشه خودم ساختم، ولی رضا پهلوی سرمایه‌ای در نام پهلوی هست که خودش نساخته که. یه چیز ملیه، یه چیز باید یه فهم ملی از این قضیه داشته باشه. این کارو نکنید. شما رو میخوان رئیس تشکیلات سیاسی بکنن. دقیقاً هم همونجور شد. ایشون مخالفت کرد، این پهلوی مخالفت کرد و اون ملاقات در پاریس خیلی با سردی تموم شد. من رفتم و دیگه 4 سال 5 سال ارتباط نداشتم اصلا با پهلوی، اصلا نداشتم. این یکی از 3 بار قطع رابطه کردم با پهلوی، این یه بارش و یه بار دیگه سر قضیه ققنوس بود و بار آخرش هم 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، قبل از مهسا بود. به جمله این کار نکنید و دقیقاً همینجور شد. یعنی رفتن یه تشکیلات، یه جلسه گذاشتن، 300 نفر رو در پاریس جمع کردن به اسم اینکه این یک ترکیب گسترده است از اپوزیسیون که هم جمهوری خواه درش هست، هم چپ درش هست، هم اقوام درش هستن، هم مشروط خواهان درش هستن، منظور جمهوری سلطنت ها. و عین همون کاری که در مونیخ شده، عین همون کار در پاریس شد و نتیجه شد شورای ملی برای انتخابات آزاد. یه انتخابات هم تو همون جلسه برگزار کردن بین 400-500 نفر آدم یا 300-400 نفر آدم. پهلوی شد رئیس اون قضیه، رئیس اون شورا و سخنگوی اون شورا. یه نفر دیگه هم که اصلا تشکیل همه این مسئله رو چیز کرده بود شد نایب رئیس یا فلان. خب پهلوی هم بعد 4 سال 5 سال بعد استعفا داد. چه درسی از این قضیه گرفت؟ هیچ. چی آموخت از این تجربه، از این شکست؟ هیچ. برای اینکه اگر آموخته بود که به این راه نمیرفت. اینجاست که میگم هوش، اینتلیجنس یه تعریف علمی داره. شما اگر از شکست‌های خودتون، از تجربیات خودتون چیزی یاد نگیرید، یعنی ضریب هوشتون پایینه. یا ضریب هوشتون پایینه یا توی یه مخمسه‌ای گیر کردید که نمیتونید از اون مخمسه بیاد بیرون. و این تاریخ نگاری آینده در آینده خواهد بود که شاید نشون بده این مخمسه چی بوده. آقای فرام، حالا در این همایش مونیخ در سخنرانی که رضا پهلوی داشته راجع به جنگ، اولا اسم اسرائیل رو نمیاره،
یعنی مجهول میگه که حمله شده اینا به نوعی. خب چون در این جنگ 12 روزه قبلش از اون اولا پشتیبان این حمله بود و این رو یک فرصت طلایی میدید در اون مسابقه با BBC هم. اینجا سعی کرد تا اندازه این رو تعدیل بکنه که مثلا میگفت که یکی از گناهان خامنه ای اینی که نتونست آسمان ایران رو امن بکنه برای شهروندان. خب شما که نباید مخالفتی داشته باشی، شما باید خوشحال باشی که دنبال اون بودی، ولی تلاش کرد که تعدیل بکنه. در هر صورت فکر میکنید که توی این زمینه موفقه؟ یعنی از اون حمایت از پروژه رژیم چنج ضربتی تا این؟ ببینید دو تا موضوع، یکی این که سعی کرد اون ملاقات‌های پیشین خودش، دیدارهای پیشین خودش با اسرائیلی‌ها و از جمله اون دیاسپورا، وزیر دیاسپورا که میگم تنها کسی بوده که خانه بمباران هسته‌ای شد. این در اوایل جنگ بود. الان 2 سال از جنگ گذشته که جنگ هم نیست. شما به صحبت‌های مرشایمر، به صحبت‌های عمر برتوف، استاد اسرائیلی دانشگاه پرینستون و متخصص جهانی هولوکاست، یا به صحبت‌های همین دیروز امروز تو هارتس هم منتشر شده دیوید گروسمن رمان نویسنده شهیر اسرائیلی است که کارهاش به 10 تا 20 زبان ترجمه شده. امروز کاملا مشخصه که اون اتفاقی داره در غزه میفته نسل کشی است. نسل کشیه، این جنگ نیست، نسل کشیه. یعنی یک قومی رو، یک مردمی رو با زبان و فرهنگ و محل سکونت و نمادها و ساختمانهای فرهنگی و دینی و هویتیشون رو به کل میخوان محو کنند. این جنگ نیست، این نسل کشیه. به همون ترتیب که هولوکاست در جنگ جهانی دوم نسل کشی بود. میدونید یه جنگ بیولوژیکیه، یعنی یه گونه انسانی میخواد یه گونه انسانی دیگر رو از یک قلمرو جغرافیایی محو بکنه. صحبت از تعدیل کردید. ببینید در غرب بر اساس قوانین اروپا و آمریکا حمایت از نسل کشی، حمایت از جنایت جرم محسوب میشه. یعنی پیگرد قانونی داره. پس فردا مثلا یک کمیسیونی، یک انجمنی از حقوقدان و وکیل میتونه شکل بگیره که الان شروع شده، در فرانسه هم شروع شده. یک گروه وکیل، همین اتفاق احتمالاً در آلمان، در انگلستان، در هلند، در آمریکا احتمالاً خواهد افتاد و اینها پیگیری خواهند کرد از لحاظ حقوقی و کیفری نه فقط اسرائیلی ها رو که همونجوری که میدونید تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی هستند، که کسانی که در طول این 2 سال از لحاظ سیاسی، رسانه‌ای به عنوان مفسر، تحلیلگر در رسانه‌های مختلف حمایت کردند از جنایتی که در غزه، این پیگرد قانونی داره. یعنی وقتی که این فرایند کلید بخوره به معنای واقعی کلمه، برخی خواهند بود، خیلی ها خواهند بود در غرب که واقعا آینده چندان راحت و مطلوبی در انتظارشون نیست. میدونید الان تو بحبوحه قضیه هستیم، ولی فردایی هم وجود خواهد داشت. اینه که احتمالاً پهلوی به این نتیجه رسیده که آقا این نسل کشی این برای من، نه اینکه مثلا نسل کشی واسش مهم باشه و اینها، ولی احتمال پیامدهای کیفری و حقوقیش نگرانش کرده و خواسته بیاد یه مقدار تعدیل بکنه. یا ولی مثلا گفتید از آسمان ایران که پهلوی در اونجا گفته خامنه‌ای، یعنی خواسته چیز بکنه، خامنه‌ای نتونسته. خب این که ببینید کارنامه انقلاب اسلامی، کارنامه جمهوری اسلامی برای همه روشنه. مسئله کارنامه جمهوری اسلامی نیست، مسئله اینه که چجوری گذار از جمهوری اسلامی باید مدیریت بشه و رقم بخونه. اونه که مهم، اونه که مسئله اصلی است. ولی اینکه خامنه‌ای جنایت کرده، خامنه‌ای ایران رو به فلاکت نشونده، اینکه در ایران اعدام کردن، زندان کردن، حبس کردن، همه میدونن.
اینکه فاسدن یا همه میدونن. اینکه چجوری از اینا گذار بکن اونه که مهمه، اونه که کلید اصلی قضیه است. و اونجاست که نقش پهلوی به صورت بله این ارتباط ما یک بار قطع شد. برنامه زنده است. دوباره اومدم. چرا قطع شد؟ بله اینجاست که میگفتم اونجاست که اینی که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران رو به فلاکت امروز نشوندن، اینو همه میدونن. اینی که چجوری باید از این قضیه گذار کرد اونه که مسئله اصلی است. و اونجاست که نقش پهلوی میتونست نقش در جایگاه مصلح ملی نقش سازنده باشه، نقش تسهیل کننده باشه و نه نقش مخرب و نفاق افکنی که به صورت مکرر بازی کرده، درس نگرفته، یاد نگرفته، باز تکرار میکنه. یا مثلا راجع به آسمان ایران گفتیم، نمونه خوبیه. ببینید رضا پهلوی همونی است که میگوید با افتخار و به درستی هم میگه که وقتی در 1360 جنگ شروع شد، جنگ ایران عراق شروع شد، یعنی 44 سال پیش اگه اشتباه نکنم، من نامه نوشتم به اون موقع خمینی امام و رهبر بود و نامه میمیسه و ستاد مشترک که بذارید من خلبانم، من برگردم از کشورم دفاع بکنم. 44 سال پس از اون یک کشور دیگه منطقه به ایران حمله میکنه. زمینه حمله، پیش زمینه، همه این چیزا مثل جنگ ایران و عراق، این یه مسئله سیاسی است، یه مسئله تاریخی بوده. ولی فاکت تاریخی، واقعیت تاریخی اینه که عراق حمله کرد، واقعیت اینه که اسرائیل حمله کرد به ایران. اسرائیل مثلا نه فقط زیرساخت‌های ایران، اسرائیل مثلا پایگاه هوانیروز در کرمانشاه رو بمباران کرد، هلیکوپترهای کبرای هوانیروز رو تعداد زیادشون از بین برد. هوانیروز رو، نوهد رو، سرلشکر، منوچهر خسروداد عملا پایه گذارش بود که به فجیع‌ترین و ناجوانمردانه ترین شکلی رو پشت بام مدرسه خمینی اعدامش کرد. اعدام یعنی کشت، به قتل رسوندنش، او و دیگران رو. و پهلوی یک کلمه در محکومیت این قضیه نگفت. پهلوی نامه ننوشت به ستاد مشترک که من خلبانم، بذارید بیام، من سربازم، بذارید بیام من از کشورم دفاع کنم. یا لااقل اینم نگه، محکوم بکنه، به صورت قاطع محکوم بکنه به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک سرباز خلبان پیشین، به عنوان کسی که یه ارتش جلوش سلام نظامی میداد، به عنوان کسی که باباش و بابا بزرگ شاه بودن، قاطعانه محکوم بکنه تجاوز به ایرانو. تجاوز اسرائیل به ایران چه تفاوتی با تجاوز عراق به ایران داشت که اون موقع شما می‌خواست بری بجنگی، الان حتی محکوم هم نمی‌کنی. یعنی پهلوی برای همین میگم، ببینید یا از ضریب هوش خیلی پایینی برخورداره، یا در مخمسه‌ای گیر کرده که شاید بعدها مشخص بشه که این مخمسه چی بوده، چگونه گرفتار شد و این گرفتاری چه بود و چه کسانی او رو گرفتار کردن و چگونه ازش چیه. یعنی این رو یکم بازش کنید. ببینید این قضیه که ذهنتون چیه؟ ببینید این قضیه که عراق 40 سال پیش تجاوز کرد و شما میگید آقا من سربازم، نه این مخمسه رو که میگین در یک مخمسه، همین دارم توضیح میدم. میگم عراق تجاوز میکنه، شما میگید من سربازم خلبانم، بذارید بیام بجنگم. 40 سال بعدش اسرائیل تجاوز میکنه، شما یک کلمه حتی در محکومیت اونم چیز نمیگید. این یعنی اینکه یا همونجوری که گفتم ضریب هوشت خیلی پایینه، یا اینکه تو مخمسه گیر کردی، یعنی گرفتارت کردن. یعنی اون کسانی که گرفتارت کردن مجبورت میکنن، بهت پیشنهادی دادن که نمیتونی رد کنی. این بعدها شاید مشخص بشه.
احتمالاً مشخص بشه، وگرنه هیچ جوری دیگه نمیشه این قضیه رو توجیه کرد، هیچ گونه دیگه نمیشه این قضیه رو تحلیل کرد. آقای پرام، من این 2-3 سال دارم، وقت ما هم تنگه دیگه، داره رو به پایان میبره. اگه کوتاه‌تر پاسخ بدید سپاسگزارتونم. ببینید در مجموع، حالا با توجه به این همایش آخری در مونیخ و اون مسائلی که پیش اومده، یعنی مسائل حاشیه‌ای، سجده کردن، بیعت گرفتن، اینها، و خب قبلا روی این خیلی تاکید میکرد که همکاری ملی باشد، فراجنایی باشد، اصلا مثلا شکل حکومت هم اصلا روشن نباشد، بعداً بذاریم به رأی مردم، یعنی یا جمهوری یا سلطنتی یا پادشاهی. ولی این دفعه خیلی رک و راست اصلا رفتن به سمت این که بیعت بگن، یعنی دیگه شاهزاده نبود، اعلیحضرت بود. یعنی بعضیا اصلا اینو به عنوان اعلیحضرت خطاب قرار دادن. در مجموع نظر شما چیه؟ اینو ببینید یعنی 2 تا نظر هست. یکی میگه دی نگرانن از برآمد چنین جریانی که معتقدن که این جریان پشتش یه نوع فاشیسمه و این برای آینده ایران هم حتی میتونه خطر. یه عده میگن اصلا جدی نگیریم، این کاری نمیتونه بکنه، یک بیشتر سرگرمیه. شما نظرتون چی؟ نه ببینید، برای همین در آغاز گفتم که این صحبت‌ها مونیخ و صحبت‌های پیرامونیش همزمان شده کم و بیش با اختلاف چند روز با سالروز مشروطه، با سالروز فتح تهران، با سالروز اعدام شیخ فضل‌الله نوری و اوباش سلطنت روحانیت. اینا چیزای تاریخیه، اینا نه ناسزا گفتنه، نه اینا چیزای متنای تاریخی است. اینا اوباش چاله میدان بودن و گوش به فرمان سلطنت و درباری بودن که ازش نشان میگرفتن، نشان سرتیپی میگرفتن و گوش به فرمان امام جمعه و چیز بودن. همزمان شد با اون. وقتی میشه همزمان میشه با اون، این چیز نیست که یک جریان فاشیستی تازه برآمده است و نوست و تازه، نه بابا. همونجوری که در آغاز گفتم، این نشان دهنده اینه که این جریان سلطنت چه در نسخه ولاییش، چه در نسخه مصباح یزدی و جبهه پایداریش در داخل کشور و چه در نسخه سلطنتی پهلویش در خارج مونیخ، این یه جریان قدیمیه. این جریان ریشه داره در برخی از رسوبات جامعه شناختی در ایران. یعنی من متوجه هستم که حتما عقبه داره، ولی میخواستم ببینم شما اینو جدی میگیرین یا نگرانید؟ نه، وقتی دارم میگم یک ریشه در فرهنگ قشری ایران و در رسوبات جامعه شناختی داره، یعنی اینکه باید جدیش گرفت. یعنی اینکه ببینید این مشکل فرهنگی شما ایرانیان است، نه با کل فرهنگتون، یه بخشی از فرهنگتون. ببینید شما در نامهای کوچک ایرانی بنده حسین دارید، فکر کنم مثلا به عربیش میشه عبدالحسین، غلام حسین، یا غلام حسین، غلام حسینی، یا غلام رضایید، غلام رضا. ببینید این بندگی، این سرسپردگی، این غلام یک کسی بودن، نوکر خانزاد یکی از جزء ادبیات سلطنت طلبها و چیزه. یه بخشی از فرهنگ ایرانی شبه فرهنگ واپسمانده قشری نوکری، بندگی و غلامی است. این هی چهره عوض میکنه، یه موقع عمامه میذاره، یه موقع تاج میذاره، یه موقع شما هویدا میشید با پیپ و کراوات و گل ارکیده، میشید مجری منویات و نوکر خانزاد اعلی حضرت همایونی. یه نفرم نیست بهش بگه آقا مردک، تو که مدعی این همه علم و دانش و فرهیختگی و دانستن زبان هستی، نخست وزیر که نمیشه مجری منویات که. نخست وزیر این مثلا با شخصیت نخست وزیر رئیس قوه مجریه است. همین بعداً تکرار میشه. اینه که این مسئله مونیخ و اون چیزی که در ایران نمادش جبهه پایداری و
یک امام خامنه‌ای است که سلام فرمانده براش میخونن، جانم فدای رهبر رو دستشون میمیسن. اینها این تهمانده یک جریان بندگی و سرسپردگی و قشری است که یک جایگاهی هم به نظر من در قشری ترین و واپسمانده ترین قشر جامعه ایرانی داره و این خطرناکه. شما نمیتونید اینو حذف فیزیکی بکنید، شما باید مبارزه فکری بکنید و نگذارید که این به خودش سازماندهی سیاسی بده. برای اینکه وقتی سازماندهی سیاسی میده خطرناک میشه. ببینید شما در آلمان به اندازه واقعا یک کتابخونه بزرگ راجع به رایش سوم و برآمدن جریان هیتلر که اسمش هم بود انقلاب ملی، این پهلوی در مونیخ اینا با چیز خودشون میگن انقلاب ملی، به اندازه یک کتابخونه کتاب هست که چجوری اینجوری شد در کشور گوته، در کشور بتهوون، در کشور کانت، در کشور چجوری شد اینجوری شد. یعنی چجوری شد واپسمانده ترین اقشار جامعه آلمانی رفتن پشت هیتلر. این مطالعه شده. یعنی کسی که مثلا با آمدن هیتلر به قدرت همه کاره شهر هامبورگ میشه، بهش میگفتن گالتر تو ادبیات آلمانی، همه کاره شهر هامبورگ میشه، 5 سال تحصیلات داشته، یه چیزی بوده مثل رئیسی، 5 سال تحصیلات داشته، یک آدم بسیار بی‌سواد، یک آدم بسیار فاسد و تعداد اینها توی نظام هیتلری فراوونه و بخش قابل توجهش، یعنی بخش از لحاظ تحلیلی بخش قابل توجه باندنه که اینا از قشری ترین و عقده‌ای ترین عناصر جامعه آلمانی بودن. شما در هر جامعه ای از این گونه افراد دارید، همه جا هست. هنر سیاست در این است که مانع سازماندهی سیاسی عقده‌ای ترین، بی‌سوادترین و قشری ترین عناصر یک جامعه بشه، برای اینکه وقتی سازماندهی سیاسی به خودشون میدن میخوان به قدرت برسن، باید جلوشو گرفت. بخشش مبارزه فکری است، یعنی سیستم آموزشی و رسانه‌ای شما به حدی متمدن، متجدد و پیشرو باشه که مدام مبارزه فکری بکنه با این گونه شبه فرهنگ‌های قشری. بخشیش هم کیفری و قضایی است. یعنی شما باید بگی آقا تو در 2 سال غزه شما حامی اسرائیل و نسل کشی بودید، شما حق تشکیل حزب در ایران ندارید، شما حامی نسل کشی بودید، شما نمیتونید حزب تشکیل بدید. آقای برام، شما برای یک دوره مشاور رضا پهلوی شدید توی اون حلقه مشاوران، بعد جدا شدید، چی دیدید که جدا شدید؟ خب همین چیزا رو دیدم دیگه. یعنی مثلا تجربه شورای ملی بود که من نیم ساعت با ایشون دیدار داشتم در پاریس و به سردی هم تموم شدم. اونجوری بهشون گفتم استدلال هایی که در مشورت با مشاوران واقعا با تجربه‌ای که یه زمانی بودن، رامین برو بهشون بگو این کار اشتباه، اینا که دور برت گرفتن اینا یه سری فرصت طلبن و واقعا هم بودن و من 1-2 نفرشون از نزدیک دیدم، واقعا هم هیچ چیز از ایران نمیدونستن، واقعا نمیدونستن. این واقعیت تاریخیه که بگو که این کار اشتباهه، اینا میخوان از تو رئیس یه حزب بسازن، اینا به دنبال منافع شخصی خودشونن، این اصلا سیاست سرشون نمیشه و واقعا هم سرشون نمیشد و دیگه هم اصلا صحبتی ازشون نیست، تموم شد رفتم. مثلا من کجا الان هم همون جوریه. این ادبیات تکرار شد. مثلا در مسئله ققنوس آخرین مکالمه تلفنی من با رضا پهلوی که اونم واقعا به سردی تموم شد، یعنی من اصلا هاج و واج موندم، برای اینکه رضا پهلوی در آخرین مراحل پیش از اینکه ققنوس اعلام موجودیت بکنه فلان، صراحتاً به من گفت فلانی و فلانی منسوب من هستن در رأس ققنوس. من یه دفعه همچنین موندم پای تلفن، گفتم قربان مگه شما قرار بود
چون از من خواسته بود که ملاقات‌هایی داشته باشم و گزارش بدم در پی خودش و که ققنوس راجع به ققنوس. گفتم قربون مگه شما از من خواستید برم ملاقات بکنم، اینو ببینم اونو ببینم و یکی از کسانی هم که دیدم روانشاد چیز بود، خب این اپیدمی عمومی چیز که آدم فراموش میکنه دیگه، اشکال نداره. میاد حالا برمیاد. آره بعدا میرسیم. مدیر برجسته ایرانی بود در نازا که بله ایشون درگذشتن چندی پیش، 2 سال پیش در منم همین مشکل شما رو دارم که من به رضا پهلوی گفتم نادری نبود، مگه قرار بود شما منصوب کنید؟ مگه قرار بود شما نصب کنید؟ این یه چیز اجرایی خودشون تصمیم خواهند گرفت که چه کسی رئیسشون باشه یا هیئت رئیسه باشه یا شورای ریاست، این خودشون تصمیم گیرن. شما قرار بود نصب بکنید؟ شما مگه قرار بود کار اجرایی بکنید؟ این چرا؟ من شاید آقای بهرام هم روحانیت هم سلطنت یه حق ویژه برای خودشون قائلن، یه ویژگی و بیشتر از دوربریا اطاعت محض میخوان. بله ببینید این شناخته شده ترین نمونه تاریخیش از سلطنت فرانسه میاد دیگه. لویی 14 در کاخ ورسای داره قدم میزنه. کاخ ورسای هم محل تجمع دائم درباریان بود، یعنی دائم دور و بر شاه و ملکه اونایی که بودن درباری بودن، که اصلا یکی از دلایل سقوط پادشاهی سلطنت پس از نزدیک به 1000 سال در فرانسه رو همه میدونن، یعنی درباری‌ها دور و بر چیزیه. شاه داره قدم میزنه لویی 14 از یکی از درباری‌ها میپرسه ساعت چنده؟ درباری در پاسخ میگه هر ساعتی که اعلیحضرت میل داشته باشن. همچی داستانانی ما در رابطه با آقای ناصرالدین شاه هم شنیده بودیم که یک گلی رو چشیده بود، نقاشی رو گفت که آقا شما بهتر از خود این گل شنیدید. این داستانه اینو شما تا از نزدیک به چشم خودتون نبینید باورتون نمیشه که یه چنین چیزی مهمه. اینه که وقتی که میگید حواشی مونیخ، یعنی مثلا سجده رفتن، آقای افشاری عزیز، این حاشیه نیست، این خود متنه. این متنه، این حاشیه نیست، این تار و پود این جریانه و این جریان تازه نیست. این جریانی که گفتم این زمان 130 سال پیش در زمان مشروطه ها جنگیدن با این قضیه و الان هم در ایران در قدرته، فقط شکل و شمایلش فرق میکنه، فرهنگش، تار و پودش، جایگاه اجتماعی، انسان شناختی، جامعه شناختیش یکیه با اون چیزی که در مونیخ دیدید. تماما فرهنگ غلامی، نوکری، چاکری، بندگیه، به طوری که ازش اسم کوچک ساختن رو بچه هاشون میذارن. بچه‌شو اسمشون میذاره غلام رضا، بچه‌شو اسمشون میذاره غلام حسین، بچه‌شو اسمشون میذاره عبدال چه میدونم فلان، یعنی بنده. این رو باید شما از تار و پود فرهنگ خودتون بزدایید، وگرنه هرگز متجدد نخواهید شد. اگر هم متجدد نشید 120 سال پس از مشروطه، آن چیزی که در انتظارتونه طالبانه، آن چیزی که در انتظارتونه ایرانستان طالبانی است. آقای بهرام، این کارکرد این ادبیات سخیفی که به کار میگیرن نسبت به مخالفین، مثلا آخرین نمونهش یک خبر جعلی دادن در رابطه با خانم پرستو فروهر، بعد ایشون هم تکذیب کرد البته که مثلا شکایت کرده علیه شهردار مونیخ که چرا بینا اجازه دادین، ولی به طور کلی به خصوص در فضای مجازی نمیدونم اینا رباتن. نه ببینید اونایی که این کار میکنن و هیچ عکس العملی، هیچ نکته‌ای از طرف رضا پهلوی، چون اینا به هر حال سلطنت طلبان معمولا کارشون ساده است دیگه، یه حبل المتین دارن و اونم میتونن بهش دست بزنن
بعد باید یک کسی باشه ادعای شاهی داشته باشه، شاهی باشد فلان اینا. خب اینا هم رضا پهلوی. ولی از جانب دستگاه همین پیرامونه و خود رضا پهلوی هیچ وقت چیزی اتفاق نیفتاد. نهایتش در این حد که با هم دوست باشین، باید رعایت کنید اینا. ولی این ادبیات بسیار سخت کار کرده. این ادبیات در چیه؟ چه این مثلا کسی میگه آقا اگر یک نیروی مخالف میخواد به قدرت برسه، خب باید تظاهر بکنه، به قول خمینی خودعه بکنه، بعد بگه من طرفدار دموکراسی هستم، من اینجوری هستم، یه فرهنگ مترقی. ولی اینا عملا این کار نمیکنه. بعضیا اینو به خاطر نفوذ دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی توی شبکه سلطنتی نسبت میدن، چون بسیار البته از این نظرم خیلی ها معتقدن که آلوده است. این کارکرد این ادبیات برای اینا چیه؟ نه ببینید، الان دم دستم نیست، یه کتاب خیلی خوبی، یه جستار قطوری هم نیست، راجع به زبان رایش سوم، زبان به معنای لنگویج، به معنای زبان. یه نمونه دیگرش 1984 اوروله، کتاب معروف، رمان معروف اورول، که در اونجا نقش زبان برجسته است. یعنی که تو اون رمان چیز بهش میگن، نوولانگ بهش میگن. یعنی هر جریان، اصولا هر جریان فکری، هر مکتبی، هر ایدئولوژی، خوب بد، زبان خودشو داره. اینها هم زبان خودشونو دارن و همونجوری که بر اساس شواهد و مستندات تاریخی از کسروی بگیرید تا تعریفی که دهخدا از بسیاری از واژه‌ها و شخصیت‌ها و رویدادها در لغتنامه‌اش میده که آنلاین موجوده، سرچ بکنید پیدا میکنید، از زبان کسروی، از زبان دهخدا، از زبان دیگرانی که مشروطه نوشتن، که نقش لات‌ها در رویدادهای سیاسی ایران چه بوده. نقش لات‌ها، لام، الف، ت دو نقطه، نقش لات‌ها در رویدادهای سیاسی ایران چه بوده و چگونه اینها پایه اقتدار میدانی روحانیت شیعه و دربار بودن و شخص شاه، و بعضاً از شخص شاه درجه سرداری میگرفتن که تا امروز هم ادامه داره، چه در داخل چه در خارج. این همون جریانه. این جریان زبان خودش رو داره، به خاطر اینکه اون قاعده اقتدار میدانی روحانیت و سلطنت در ایران لات‌های چاله میدان بودند، بابا شمل‌ها بودند. اینا همه شناخته شده است، مفاهیمش، واژگانش، جامعه شناسی کار شده روش هست. اینه که زبان اینها مثل هر جریان دیگری، زبان شما هویت شما، زبان شما شخصیت شماست. شما وقتی که نه تنها مثلا یه شعاری مثل چیه، مرگ بر سه مفسد، اینو توی زن زندگی آزادی، همون موقع هم ویدیوی گفتگوی من در اون زمان هست که شما همزمان با جورجتان بود، شما گند دارید میزنید به مترقی ترین جنبش فرهنگی 100 سال گذشته کل منطقه خاورمیانه و گند زدند، از جمله با همین شعار من درآوردیشون که از نزدیکترین حلقه رضا پهلوی هم اومد بیرون، که بود مرگ بر سه مفسد، که هیچ ربطی به زن زندگی آزادی نداشت. هرگز رضا پهلوی یا نزدیکانش در برابر این شعار یا در برابر خیلی چیز دیگه نایستادن، برای اینکه قاعده اجتماعیشون اینه. برای همینه که میگم هرگز یاد نگرفت از تجربیات پدرش هم یاد نگرفت. ویدیوش هست، مستنداتش هست. کنگره حزب رستاخیز، خب کنگره حزب رستاخیزه که یه لوگوی خیلی مسخره داره، یه مثلثی است با شعار حزب رستاخیز که شعار خیلی مسخره‌ای هم هست. حزب رستاخیز نسخه ایرانی حزب بعث عربی بود. بعث یعنی رستاخیز.
عراقی ها در عراق، در سوریه، در چیز نه حزب بحث درست کردن. پس از اینها شاه در ایران میاد، مشاورش کی بوده در این زمینه نمیدونم، هنوزم که هنوزه تا جایی که من تونستم جستجو بکنم مشخص نیست چه کسی در گوش شاه، یا به قول ایرونیا این پوست موز انداخت زیر پای شاه. چه کسی این کارو کرد؟ شاه میاد حزب رستاخیز درست. یکی از کارگزاران عالی رتبه حزب رستاخیز، اسمش نمیدونم چیز، ولی فیلمش هست، ویدیوش هست، با کت و شلوار و کراوات در کنگره میره پشت تریبون و داد سخن میگوید که این حزب ربطی به سیستم های تک حزبی ندارد، این سیستم تک حزبی نیست، این اون نیست، این اون نیست، این اون نیست. چرا این با سیستم های تک حزبی قابل؟ به خاطر اینکه در رأس این حزب شخصیتی مانند اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر قرار دارد. این مال کیه؟ این مال 4 سال 5 سال قبل از انقلاب اسلامیه، یعنی مال 60 سال پیشه، 50 سال پیشه. رضا پهلوی از این چی یاد گرفته؟ هیچی. عین همونو میان در مونیخ 50 سال بعد تکرار میکنن، عین همون. یعنی سرسپردگی به یک شخص، یعنی پرستش یک شخص. این هیچ ربطی نه به فکر داره، نه به تجدد داره، نه به مشروطه داره، نه به مدرنیته داره، نه به آزادی داره، نه به دموکراسی. این همون بردگی و سرسپردگی. کی معلمش بوده یادش داده که الان رسیده به این که به من هیچ نگید، میش مقام نیم، پدر ملت میخواه بشه. اساسا پدر ملت شدن این یعنی چی؟ ببینید این اگر اجازه بدید آقای افشار این واقعا پرسش آخر باشه، چون منم باید برم. آره منم همین. من بعد این پرسش دیگه هم داشتم خیلی کوتاه. آره کوتاه بگین. آره میگم این باز برمیگرده به همون. شما 100 تا نمونه میتونید بزنید. میتونید بگید سجده رفتن در برابر کعبه، میتونید بگید حزب رستاخیز و سرسپردگی اعضای اون و کلیت اون حزب، اصلا فرهنگ بافتار فکری اون حزب سرسپردگی به یه شخص بود و این هی داره تکرار میشه. میتونید برید تا عصر ناصرالدین شاه، میتونید برید تا عصر محمد علی شاه و احمد شاه. میگم این یه جریان عمیق فکری فرهنگی. این جریان رو شما نمیتونید حذف فیزیکی بکنید، باید مبارزه فکری بکنید و باید آقای حالا پس شما هم عجله داریم، ما هم باید تموم بکنیم. در این باره خب سخنها بسیار است توی فرصتهای دیگه. در پایان من خواستم یه سوال بکنم، میخواستم یادی بکنم از پدر شما آقای باقر پرهام، انسان فریخته، که خب کتابای زیادی نوشتن، ترجمه کردن. آقای باقر پرهام وقتی اومده بودن خارج از کشور و بعد توی همون موقع به هر حال خبر رسید، شایعه بود اینا، خب ایشون هم اومدن که جز مشاوران آقای پهلوی بشن و نمیدونم چه نقش بازی کردن. آقای باقر پرهام عضو کانون نویسندگان ایران بودن، بسیار مبارزه کرده بودن علیه سانسور در زمان ساواک و اینها و بعدش در زمان همین خمینی و اینا این کارا رو کرده بودن و بعد اومدن زیر مجموعه این قرار گرفتن و بعد آقای باقر پرهام تا اونجایی که من خبر دارم در یک سکوت طولانی فرو رفتن. خیلی سکوت، یعنی مثل اینکه رفتن و بعد متوجه شدن و بعد گوشه‌گیر شدن، یعنی نمیدونم شاید دچار افسردگی شده باشن. خواستم یه توضیح در این رابطه بدین که اصلا چرا آقای باقر پرهام، شما دخالت داشتین، کسی دیگه دخالت داشته، چی شد؟ این داستانم بگین و تموم کنیم. باشه. نه من دخالت نداشتم. من که اولا سن به اصطلاح دخالت کردن در این قضیه رو نداشتم. اون موقع مثلا چه میدونم من 40 سالم بود موقعی که از تحقیقات دانشگاهی در عرصه بیوشیمی و سپس 6 سال 7 سال کار در مهندسی مشاور در صنعت و در امور مالی، من اومدم به طرف رفته اومدم به طرف سیاست و باید همه چیزو باید از اول میخوندم، بعد از اول یاد میگرفتم، کتاب فلان، ملاقات، آدما چجوریان فلان، باید تجربه میگم چون تازه بودم.
و طول میکشه شما یاد بگیرید. شما باید همه جریانا رو بشناسید، از نیوکان‌های آمریکایی، از اسرائیل، از چپ، جنبش چپ، فداییان که یکی از اعضاشون در مونیخ حضور داشت، یکی از اعضای فداییان همین حزب چپ در اونجا حضور داشت و همه اینا رو باید بشناسید، اقوام فلان فلان فلان. طول میکشه و باید اگه واقعا بخواید درست یاد بگیرید باید حداقل بخشی از آثار کلاسیک در عرصه سیاست، تاریخ و فلسفه رو مطالعه کرده باشید. این اصلا در اون زمان من در جایگاهی نبودم که بخوام به پدر بگم که چیکار بکن چیکار نکن. فقط میدونم بگم که اون زمان همونجوری که در آغاز بهتون گفتم یک حلقه بودن از یا مشاور بودن یا اینکه باشون مشورت میشد، مستقیم غیر مستقیم باشون مشورت، و اینا آدم‌های واقعا فرهیخته و باسوادی بودن. همونجوری که اونا صدرالدین علایی هوشنگ وزیری سردبیر کیهان بود، کیهانی که دارچو همایون درش بود، شاهین فاطمی درش بود، اینا قلم‌های کیهان اون زمان اینا بودن. اصلا با کیهان الان قرمزی نبود. کیهان الان یه چیزی حجرت می‌شده واقعا. و این تیپ آدم‌ها بودن. یا بهتون گفتم داریوش شایگان واقعا دغدغه من بود. داریوش خب حالا داشتین راجع به پدر توضیح میدادید. آره، پدر اومد و پس از اینکه سالها در ایران سیاست رو به کل کنار گذاشته بود و مثل خیلی دیگه و رفته بود دنبال نوشتن و ترجمه این حرفا، یک بار دیگه گفت ما یه بار دیگه تلاش خودمون رو میکنیم. این تلاش چی بود؟ این تلاشی بود که خیلی ها خواستن در این سالها و چند دهه گذشته انجام بدن و اون چی بود؟ خیلی چیز منطقی هم هست. آقای افشار، شما در میان ایرانیان فقط یه نفر رو دارید که برخوردار از نامی است که هم نسل‌های باقی مونده از انقلاب و پیش از انقلاب میشناسنش، هم نسل‌های پس از انقلاب که هرگز ندیدنش و زمان شاهراه هم ندیدن، و اون پهلوی است. شما هیچ کس دیگری رو در 90 میلیون ایرانی سراغ ندارید که یه همچین اسمی داشته باشه. اوکی؟ خب خیلی طبیعی است که اهل قلم، اهل فکر که هیچ کدومشون هم مثل هر انسان دیگری کارنامهشون سراسر مثبت نیست. شما تنها کسانی که من دیدم که میگوین اصلا کارنامهشون به گونه‌ای حرف میزنن که کارنامهشون سراسر مثبته، یکی حزب اللهیان که خودشون رو جبهه حق میدونن و بقیه رو باطل، یکی سلطنت طلبان. وگرنه من هیچ کسی دیگری نمیشناسم این روی کردش چنین متحجر و عقب مانده باشه که خودش رو حق بدونه و هر چیزی که بیرون از خودش رو باطل بدونه. همه اشتباه میکنن، همه ممکنه در برخی چیز ممکنم نه حتما باید اشتباه بکنن که یاد بگیرن. بگذاریم پدر همون ایده رو داشت که خیلی ها داشتن که چگونه میشه از سرمایه خفته نهفته در نام پهلوی ملی ترین استفاده رو کرد. یعنی چی استفاده ملی؟ یعنی اینکه هر از چندگاهی از پهلوی بخواهیم یه سری مفاهیم پایه و ساده رو تو جامعه جا بندازه. یکی از این مفاهیمی که خود من تلاش کردم مدت‌ها که از زبان ایشان شنیده بشه، برای اینکه فکر می‌کردیم مهمه که از زبان ایشان شنیده، برای اینکه وقتی من میگم یا افشار میگه یا فلانی میگه کسی نمیشنوه، ولی وقتی پهلوی بگه تمام رسانه‌ها اینو سرتیترش میکنن و میفته توی جامعه. این چیزی که می‌خواستیم تو ذهن ایشون جا بندازیم، خود من درش دخیل بودم، این است که مشروطه ربطی به سلطنت نداره. مشروطه یعنی حکومت قانون. مشروطه یعنی پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه است. این 6 تا کلمه رو جا بندازیم تو جامعه و اگر این کاری کرده بودیم، موفق شده بودیم، یه گام خیلی مؤثر میتونستیم به جلو برداریم. خب همه اینا شکست خوردن، همه ما شکست خوردیم. کسانی که پیروز شدن رؤسای قاطرخانه شاهی بودن، به قول کسروی، به قول ده خدا. و بعد آقای پرهام کناری گرفتن و سکوت کرد دیگه در تمام. بعد دیگه بابا رفت. بله بابا رفت و دیگه رفت سر وقت ترجمه باز و از جمله ترجمه نامه‌های روسیه که یه اثر مهم فرانسوی است
که نشون میده چجوری جامعه روسیه واقعا فی الواقع 3 قشره تزار روسیه که یه نهاد فرهنگی تاریخی، واقعا یه نهاد در خودش، درباریان یا اشرافیت روسیه که عملا درباریان و چاکران تزارن، اگر نباشن سرشون از دست میدن. بقیه موجیکایی که توی آثار ادبی قرن 19 هم پیدا می‌کنیم، هم رعایان. و چگونه این ساختار رفته تو بافتارهای فکری و رفتاری. نامه‌های روسیه راجع به این قضیه است که خود منم به بابا دادم. بابا گفت چرا اینو قبلا به من ندادی؟ گفتم حالا برام اینجوری شده، اگه میتونی ترجمه کن. چون من ترجمه خیلی کار سختیه، میدونید، واقعا باید آدم تسلط داشته باشه به فارسی. بابا اینو ترجمه، بعد رفت سر وقت هگل که به قول کی بود، خیلی آدم درست حسابی هم بود، اسحاق پور که از دوستان بابا بود، که منتقد بزرگ سینمایی بود و کتابی که راجع به نوشته، باز یادم رفت، کتاب مرجع در نقد سینما، اسمش یادم میاد، سیتیزن کین کارگردانش کی بود، اسحاق پور میگفتش که بابات با هگل در افتاد، هگل ضربه فنیش کرد و و راستم میگه، یعنی بابا با ترجمه هگل که تموم شد یه دفعه دچار سقوط مغزی شد و بعدش هم رفت. لطفاً گرامی آقای رامین پرام، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو و روز و روزگار بر شما خوش باد. روز و روزگار بر شما هم خوش. مرسی از شما، مرسی از دعوت. خواهش می‌کنم.